روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی نوارهای زیادی نوبت‌پایی و زنازنی شهروندان در شهر و نواحی قزاقستان نشر شده است. حکومت وعده داده است که به مردمی نیازمند که در بانک‌ها حساب دارند یاری تقدیم می‌کند. به قبل خبرنگاران رادیوی آزادی مردم تلاش دارد تا در بانک‌های کشور حساب شده از یاری‌های دولتی بهره مند شوند. در قزاقستان فعلا کرانتین جاری شده، مردم باید مسافه اجتماعی را نگه داشته به هم نزدیک نشوند، ولی دریافت کمک برابر با 42500 تنگه که معادل $95 امریکا می باشد باعث شده است که مردم طلبات کرانتین را فراموش کنند. افسران پلیس در نزد بانک‌ها هستند، ولی تنها توسط بلندگویک‌ها یادآور می‌شوند که مردم به هم نزدیک نشوند و طلبات کرانتین را اجرا کنند. حالا در شهرهای بزرگ قزاقستان فقط فروشگاه‌های مواد غذایی و داروخانه‌ها فعال می‌باشند.